میوه ها رو ببینیم دوستان عزیز. نام خدا چه میوه های. این فصل گلپی هم رسید دوستان عزیز. متاسفانه و گلپی متاسفانه و کسایی که برشان خوش ندارن بدبختانه. اما بسیاری ها رو دوستان عزیز ما دیدیم اینقدر دوست دارن این گلپی را، اینقدر خوششان میایه. دوستان عزیز بازار میوهش البته دو سابق اون طرفتر بود یک ذره، بازوش کراچی ها رو ناحیه نماند دیگه. باز من این طرف کپک کار جور کردن و این طرف حال میفروشن. یه جالبیتش میفهمید چیز دوستان عزیز، هر کدام از این کپا، هر کدام از این یا یک نفر خاص بیرون که شیپای هتل تغییر کنه یا از هتل‌های لاکچری دیگه به شمار میرفت. چون میبینین همون شیشه خانه‌ش همون ساختش بسیار تو مجلل جور کردیم، بسیار زیباست. و بعد از اینکه باز دیگه دیزاین تغییر کرد یا دیزاین خود تغییر ندادن به می حساب که از ما خوبش از برو مردم میاد دیگه، کم مردم خوش نکرد دیزاین و از بین رفت. از بین نرفت یعنی منظورم کم شد. سلام و درود مسار شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتون به خوبی و خوشی سپر شد. میوه ها رو ببینیم دوستان عزیز. نام خدا چه میوه های. این فصل گلپی هم رسید دوستان عزیز. متاسفانه و گلپی متاسفانه و کسایی که برشان خوش ندارن بدبختانه. اما بسیاری ها رو دوستان عزیز ما دیدیم اینقدر دوست دارن این گلپی را، اینقدر خوششان میایه. یعنی گلپی میگی دان از یاو میزن. من نمیفهم چرا شخص هستن. ما زیادتر کسایی را دیدیم خصوصا جوانان گلپی میگی از سر سرخان میخیزن و 40 متر دورتر میرن و نرگز سر سرخان نمیرن. همه ببینین دوستان عزیز کمکش مانده بفروشیش خلاص رومی است. و خوب دوستان عزیز اول میوه ها آمد نگفتیم که ما کجا هستیم کجا میریم و نمیریم. دوستان عزیز ما شهر راهی مارکت شهر کابل گذشتیم. چیزایی که میبینین جایهای مارکت هستن دیگه که عمده میخرن قسمی میبرن میفروشن. ویدیوی از اون اگر ندیدین که کاملا تشریح کردیم رفتیم در بازارش در این پلی لیست شهر کابل برین دمی کانال چند روز قبلتر ویدیوش نشر شده میتونین بیننده باشین که چطور مردم مالا پرچون میخرن و عمده میفروشن. اون طرف همون دوستان عزیز اگر ببینین معلوم شده موترها هستن میایین همونطور میفروشن و میرن موتر. و دوستان عزیز به طرف چهارراهی سرسبزی ما و شما میریم. اصل راه ما چهارراهی سرسبزی شهر کابل است. سرک تاجور سلطانه کوچه 5 پروژه وزیرآباد ناحیه 4 شهر کابل. یه دوستان عزیز کپایکای تربوز و خربوزه هستن که هنوز نوارد. این طرف هم یک نقاش کوچک هست که گوسفند میفروشه. میونه که در تصویر میبینین. این طرف مارکت از دوستان عزیز موترها نیم صبح وقت است آوردین مالای خود تا کرده میرن و مردم میخره و اون لاری ها رو میبینین تمامش ساده است. خوب بیربار داره مارکت دوستان عزیز، خوب صحیح بیربار داره. یعنی ها دیگه خریدین اینه بار کرده میرن و برده میرن. نه مال خریدن. لاری رو ببینین دوستان عزیز که استاده هست. موتر قدر ران کنه گفتم البته بریک بریده بریک نمیگیره. میگه از پیشون پس شوی آخرام میخواد یک نفر سلام بده خاطر سلام دادنش کل سرک و تشویش کرد. خب به هر صورت دوستان عزیز درام تربوز فروشی رو میبینین. کپایکا هنوز فال نشده، مال میرن میخرن یا مالایشون یک جای دیگه میباشه مالای خودم میگیرن و باز میارن. این انگور است، انگور رو میکشه و میچینه خرابایش دور میکنه و با فروش میرسانه. طرف هم چهارمغز فروشی دوستان عزیز، یک پاکت چهارمغز فروشی ها گرفته.
خربوزه و تربوز که آمد این مردم صبح است به خاطر کارا بارشان چه یک بازار داره اینجا دوستان. از بازار میوهش البته دو سابق او طرفتر بود یک ذره بازوش کراچی ها را ناحیه نمان دیگه بازار من این طرف کپک کار جور کردن و این طرف حالا میفروشن. اینجا جالبیتش میفهمید چیز دوستان از هر کدام از این کپا هر کدام از این یا یک نفر خاص بیرون یک نفر است اینجا رابندی میشه. این سرک قسمی نمی باشه این قسمی نمیبینین خصوصا دیگر شام بسیار اینجا رابندی می باشه. باز این مردم هم یک دانه تربوز یا خربوز کلان میگیرن در دست بدون از اینکه وزن چیزش معلوم باشه میارن در بین سرک موتروانایی که تیر میشن رابندی می باشه. خوب چون موترها به سرعت نمیرن بسیار سلو سلو میرن با در بین سرک موتروان در موترش یا سواری در موترش و فروشنده در سر سرک آجل معامله میکنن تربوز میته یا خربوزه را میفروشه میگیرن میرن دیگه. بسیار یک سیستم که جالب بود. اون کسایی که دیدن آمدن در چهارراهی برابر شدن دیگه میفهمن. طرفم دوستان عزیز تالار عروس شهر و عصر کانتیننتال که خوب قدر زیبا و خوبش نیستن دیگه. خوب دوستان عزیز برای ما ادامه میتیم. طرفم دوستان عزیز نمیبینیم که رومی هست و این چیزا. این طرف هم چهارراه سرسبزی چه ساختمان های آباد شده دوستان عزیز میبینیم در تصویر چه ساختمان های زیبا. سیب ببینیم دوستان عزیز سیبا چقدر تازه و خوبش و عالی هستن. حتما قیمت از این بالاست. چقدر سیب خوبش از دوستان عزیز ببینیم تازه همونطور یک دانش یک لکه و داغ نداره. این دیزرنج هم قسم سیب از ببینیم چقدر خوبش از سیب تازه هوس خوردن میکنه آدم. این هم دیگه دوستان عزیز چهارراهی سرسبزی شهر کابل است که به طرف شما هم رفته میریم. تالار عروسی شما پاریس حصر پاریس و او طرف شما مسجد تحصیلات عالی نومان سادات و شفاخانه آریا سادات و شفاخانه که شاه هست. نگفتن من دوستان عزیز این دو هتل شاه پاریس و تالار قصر پاریس از جمله محبوب ترین و مشهورترین هتل های شهر کابل بود. البته قبل از اینکه شیپای هتل‌ها تغییر کنه یا از هتل‌های لاکچری دیگه به شما میرفت چون می‌بینیم اون شیشه خانه‌ش و ساختش بسیار تو مجلل جور کردن بسیار زیباست. و بعد از اینکه باز دیگه دیزاین تغییر کرد یا دیزاین خود تغییر ندادن به می حساب که از ما خوبش از برو مردم میاره کم مردم خوش نکرد دیزاین و از بین رفت. از بین نرفت یعنی منظورم کم شد همو مشتریشون محفلایشون. حالا مردم ترجیح میده هتل‌هایی که شیک‌تر هستن در اوجه برن تا این هتل ها. خب دوستان عزیز ما استاد میشیم که ترافیک را باز کنه و بریم. انشالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تان. ما بریم یک راه باز شد.